محمد صابر فیضوف یکی از گمانبران به حمله مرگبار به تالار کراکوس سیتی در مسکو. او را روز 16 می با عرابه معیوبی به تالار دادگاه آوردند. دادگاه ناحیه بسمانی مسکو حکم حبس او را به 3 ماه دیگر دراز کرد. مهلتی در بازداشتگاه ماندن ایبدار شونده فیضوف محمد صابر زاکرجانویچ برای 3 ماه یعنی تا 22 آگوست سال 2024 دراز کرده شد. این سعید اکرم رجب علی زاده است که هنگام بازداشت پلیس روسیه نمایشکارانه گوشش را برید و به دهانش گذاشته بود. در دادگاه دیده می شد که نصف گوشش نیست. سعید اکرم رجب علی زاده، دلیرجان میرزایوف، محمد صابر فیضوف و فریدون شمس‌الدین 4 گمانبری اساسی در حمله روز 22 مارس هستند. دادگاه ناحیه بسمانی روز 16 می حکم بازداشت این 4 نفر را تا آخر ماه آگوست دراز کرد. بر اساس قانون روسیه تا ماه آگوست باید مفتشان عیب آنها را دقیق کنند و پروندهشان را برای صادر شدن حکم به دادگاه فرستند. در نوارهای زمان بازداشت و نوارهایی که امروز دادگاه بسمانی مسکو نشر کرد دیده می شود که بازداشت شده ها شدیداً شکنجه شدند و سر حال نیستند. هنوز مقامات روسیه دلیل پیشنهاد نکردند که دست داشتن 4 نفر را در حمله اثبات کند. شبهه ها درباره این حادثه زیاد است که مقامات روسیه به هیچ کدام آنها پاسخی روشن ندادند. کارشناسان شبهه دارند که بازداشت شده ها به حملگران واقعی مانند نیستند. مقامات روسیه هم نوارهای دوربین‌های نظارتی را نشر نکردند که نشان دهند واقعا این جوانان در داخل تالار بودند یا نه. به سوال‌هایی که چرا پلیس فوراً به جای حادثه حاضر نشد و این 4 نفر در مرز اوکراین بازداشت شد پاسخی نیست. کاربرد سلاح پیشرفته ارتش روسیه گویا از طرف این مهاجران کی به آنها فروخته است شرح ندادند. به جای از بازداشت شده ها گپ گرفتن چرا آنها را شدیداً شکنجه کردند. این سوال‌های بی جواب شبهه ها را با گذشت 2 ماه درباره این حادثه بیشتر کرده است. اما گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله روز 22 مارس را به کراکوس به دوش گرفت. در این حمله 144 نفر کشته و زیاده از 500 نفر زخمی شدند. مقامات روسیه تا کنون 13 نفر از جمله 12 تاجیکستانی را با گمان دست داشتن در این حادثه بازداشت کردند.